بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین سلام سلام علی الحسین. زیباترین سلام سلام علی الحسین. ذکر علی الدوام سلام علی الحسین. هنگام احتضار می آیی و می شود این آخرین کلام سلام علی الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا بقیت الله آجرک الله. مردم عزیز و نازنین، بیننده های خوب، گرانقدر و با صفا و با محبت شبکه قرآن و معارف سیما، اهالی یاد خدا، سلام علیکم و رحمت الله. قبول باشه انشالله عزاداری های شما، حزن و اندوه شما، این روزها که هممون عزادار و گریه کن مولا و اربابمون حضرت سید الشهدا هستیم، اینها جز ساعات عمر ما حساب نمیشه. خوش به حال اونهایی که اهل روزن، اهل اشکن، اهل مرسیان، اهل معرفتن، سعی میکنن در مجلس روضه امام حسین کوله بار معرفتشون رو جمع بکنن و انشالله ما هم جزء همونها باشیم. این حرم و این ذریح نورانی که در مقابل دیدگان شما هست، حرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شبستانی که به نام نامی حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها هست و نزدیکترین مکان به مضجع حضرت معصومه است. ما دعاگوی شما هستیم و نائب الزیاره شما و تلاش ما بر این است که یاد خدا رو این روزها اینجا تقدیم حضور شما میکنیم که دل شما رو گره بزنیم به پنجره های ذریح حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به این امید که انشالله دلهاتون گره بخوره به ذریح سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین و رزق و روزی کربلا رو انشالله هممون این روزها و شبها بگیریم. مردم عزیز و نازنین، سوگواران و عزاداران مولامون، اربابمون حضرت سید الشهدا، قبول باشه انشالله عزاداری های شما. قرآن یکی از رموزش و دستوراتش اینه که راه رو و مسیر رو برای ما هموار میکنه و برای همه مراحل زندگی ما حرف برای گفتن داره. مخصوصا وقتی که ما یک توجهی میکنیم به قیام حضرت امام حسین علیه السلام، میبینیم لحظه لحظه حرکت امام حسین بر اساس آموزه های قرآنی هست که اتفاقا موضوع بحث و گفتگوی ما در برنامه یاد خدای این روزها همین هست که حالا انشالله عرض میکنم که در مورد چه آیه‌ای قرار هست صحبت بکنیم. ابتدا اجازه بدید که مهمان عزیزمون رو خدمتتون معرفی کنم. جناب حجت الاسلام و المسلمین، جای هدایت خدمتتون هستیم. آقا خدمتتون سلام عرض میکنم، طاعات عبادات عزاداری ها قبول، عرض تسلیت و تعزیت محضر شما. عرض ادب محضر همه بینندگان عزیز، انشاءالله عزاداریاتون قبول باشه. انشاءالله تو این مدت بتونیم با امام حسین یه عهدهایی ببندیم که انشاءالله تا آخر عمر پای این مکتب باشیم و انشاءالله تو همین مکتب، تو همین مسیر به شهادت برسیم. خدا انشاءالله بهتون سلامتی بده، بعد از عمر طولانی انشاءالله هممون به این سعادت برسیم. سوره مبارکه جن آیه 16 یکی از آیاتی است که آیه هدایت ما رو هدایت میکنه به سمت حق و حقیقت، استقامت که رمز پیروزی همه اولیاء خدا بوده و وقتی که نگاه میکنیم به قیام نورانی سید الشهدا هم میبینیم به همین شکل بوده. ابتدا ما رو آشنا بکنید با این آیه، قدری در مورد آیه نکاتی رو بفرمایید. در بخش بعدی که خدمتون خواهیم بود ارتباطش با قیام امام حسین علیه السلام رو حتما من ازتون سوال میکنم. بله، سوره جن سوره بسیار جالبیه. حالا من از اولش اشاره بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یه عده‌ای از اجنه وقتی دیدن پیغمبر اکرم دارن قرآن میخونن، که الان یه مسجدی هم هست در مکه، مسجد جن، و محل همین واقعه است، اینها به هم دیگه گفتن که عجب چه آیات زیبایی. من میخوام بگم که اجنه متوجه شدن که این قرآن داره ما رو به سمت رشد هدایت میکنه. یهدی الی الرشد فآمنا بهی،
ما به این قرآن ایمان میاریم. ولن نشرک بربنا احدا، با وجود این قرآن و این خدایی که توی این قرآن داره با ما صحبت میکنه دیگه ما به کی ایمان بیاریم؟ بعد توصیه های اجنه دارن و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اونایی که اهل ظلم هستن، اونایی که اهل تعدی به حقوق دیگران هستن، اینا قطعاً ذاتشون ذات جهنمه. و ان لو استقاموا علی الطریقة لاسقیناهم ماء غدقا. این خیلی جالبه، یه قاعده رو دارن بیان میکنن و اونایی که در مسیر حق استقامت میورزند اونها یک آب گوارایی رو نوش جان خواهند کرد. ببینید کلمه استقامت طلب قوامه. دیدین گاهی اوقات آدم مثلا زیر یه بار سنگینی زانوهاش دیگه میخواد خم بشه، خودشو محکم نگه میداره. من همیشه این حالت وزنه برداران عزیزی که از سر غیرتشون توی مسابقات جهانی شرکت میکنن که رکورد رو بشکنن، من خیلی لذت میبرم. میدونید اینا اهدافشون خیلیشون اهداف مادی نیست. مثلا در مسابقات جهانی میخواد کلمه اسلام رو بالا ببره، مقاومت میکنه. یا نام ایران عزیزمون رو، نام ایران عزیزمون رو، پرچم ایران عزیزمون رو. بعد زیر وزنه که قرار میگیره هر لحظه این وزنه داره فشار میاره که دیگه بشکنه، ول بکنه، بندازه، ولی اینو نگه میداره، پاش میلرزه اما وزنه رو نگه میداره و آخر سرم میکشه بالا. به این حالت میگن استقامت. ببین تو مسیر حق ماندن خیلی سخته. پذیرش حق راحت تر از ماندن در مسیر حقه. آدم اعتقاداتش، باورهاش، زیبایی‌های حق میکشوند به سمت حق. خیلی وقتا توصیه باباش، توصیه اطرافیان، اما این که حالا تو مسیر حق، تو اون بلاهایی که میاد، تو اون فشار شهواتی که میاد، توی اون غضبی که میاد، تو فشار دشمن که میاد، تو فشار دوستایی که هی اون رو میخوان بکشوننش تو مسیر باطل، تو اونجا مقاومت کردن کار سختیه. به این حالت میگن استقامت. خب حالا بعضیا تصور میکنن اگر در مسیر حق استقامت ورزیدن، اگر در راه ماندن در مسیر اهداف عالی استقامت ورزیدن، فقط تو آخرت یه منافعی رو به دست میارن، تا آخر عمر تو این دنیا باید زجر بکشن. بله. خدا این شبهه رو داره اینجا برطرف میکنه. میگه ببین فکر نکن فقط تو آخرت و بعد از مرگ تو، بعد از این دنیا بهت منافعی میدم. تو همین دنیا اما انقدقا یه آب گوارایی رو به تو می نوشانم. اما این آب گوارا چیه؟ من میخوام یه مقدار از فضای آیات و روایات براتون بگم. اولا نامه 27 نهج البلاغه، نامه امیرالمؤمنین به محمد ابن ابی بکر، وقتی محمد رو حضرت گذاشتن به عنوان فرماندار مصر. حضرت فرمودن وعلموا عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. ببین فکر نکن متقین فقط وعده های آخرت رو قراره بگیرن، اون نعمت های زودگذر دنیا رو هم به متقین میدیم. شما تقوا داشته باشین، اگر تقوا داشته باشین قرآن میگه از زمین و آسمان برای شما برکت میاد. تقوا صرفاً این نیستش که تو یه گوشه‌ای بشینی گناه نکنی. تقوا یعنی این که تو در مسیر حق استقامت بورزی، یه مرتبه سست نشی گرایش به باطل پیدا بکنی. فشارکو اهل دنیا فی دنیاهم. اهل تقوا، اونایی که تو مسیر حق استقامت می‌ورزن، تو دنیای دنیا طلبان هم با اونها مشارکت میکنن، از دنیای اونها بهتر گیرشون میاد. ولم یشارکهم اهل دنیا فی آخرتهم. اما اهل دنیا، اونایی که استقامت نورزیدن، یه مقداری دنیا کسب کردن، دیگه اونا مسیر آخرت رو ندارند. بعد حضرت میفرماید سکن الدنیا بافضل ما سکنت و اکلوها بافضل ما اکلت فحظوا من الدنیا بما حظی به المترفون. تو دنیا بهترین زندگی رو دارن، بهترین خوراک رو دارن. ببین اینا تو دنیا وقتی دستور اسلام رو رعایت میکنن، سلامت بدن هم دارن، بهترین زندگی هم دارن، آخرت هم بهترین زندگی رو دارن.
توی این لسقیناه ما ان غدقا بعضی از آیات قرآن هم سریع بیان میکنم اگر یه فرصت تمام شد شما بفهمید توی بخش بعدی. مثلا این آیه قرآن سوره اعراف، ولو ان اهل القرى آمنو، اگر مردم هر شهری ایمان داشته باشن، پای ارزشاشون وایسن، پای اعتقاداتشون وایسن، و تقوا، یعنی تو مسیر باشن، تقوا داشته باشن، خود نگهدار باشن، خودشون رو کنترل بکنن، میل و گرایش به جبهه باطل نداشته باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، من از زمین و آسمان براشون برکات میفرستم. ببین برکت دست خداست، معادن و مخازن زمین و آسمان دست خداست، خدا باید بخواد تا این برکت بیاد. در جای دیگه خدا میفرماید که ان الذین قالوا ربنا الله، اونایی که میگن آقا ما فقط ولی ما خداست، ما دنبال مسیر الهی هستیم، به کفر و صهیونیست و باطل هیچ گرایشی نداریم، ثم استقاموا، تو این مسیر استقامت می‌ورزن، تتنزل علیهم الملائکه، دست قدرت خدا میاد سراغشون، میاد پیششون. الله تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، حزن نداشته باشین، و ابشروا بالجنه، من شما رو بشارت بهشت میدم. بهشت تو همین دنیا هم مراتبی از بهشت رو میشه کسب کرد اگر در مسیر خدا باشیم. من به شما بگم طبق آیه 25 سوره بقره، ما تا طعم بهشت رو تو این دنیا نچشیم وارد بهشت اخروی نمیشیم. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتوا به متشابها. ان شاء الله ما با تلاش و با کوششی که تو جوانای خودمون هست، اقتصادمون درست میکنیم، سیاستمون، همه چیو درست میکنیم، طعمی از بهشت رو تو همین دنیا میچشیم و وارد بهشت اخروی میشیم. انا نرغب الیک فی دولت کریمه، اصل اون دولت بهشتی ان شاء الله خواهد آمد. ان شاء الله. خیلی ممنونم. حالا ان شاء الله بحثمون و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد و اینکه این استقامتی که در این آیه آمده و ما رو راهنمون میکنه به مسیر حق و حقیقت، ببینیم بحثش در قیام سید الشهدا به چه شکل هست و چه بخشی از زندگی حضرت سید الشهدا و قیام جاویدان ایشون رو مورد بحث و بررسی قرار میده که حالا انشاءالله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، باز هم در کنار شما هستیم. استقامت رمز موفقیت و پیروزی، پیامی است که در آیه 16 سوره مبارکه جن خداوند بهش اشاره کرده و نکات خیلی خوب و ارزشمندی رو در واقع استفاده کردیم و شنیدیم از زبان آجای هدایت. حالا نمیدونم در خصوص خود آیه نکات تمام شد، اگر نکته باقی مونده بفرمایید. ان لو استقاموا علی الطریقه، طریقه منظور چیه؟ حضرت عبدالعظیم حسنی از امام باقر این آیه رو سوال میپرسه، آجون این آیه که خداوند متعال فرمود و ان لو استقاموا علی الطریقه منظور چیه؟ بله. حضرت فرمودن اولا اون آبی که خداوند متعال میده، لاشربنا قلوبهم الایمان، یعنی خداوند متعال یه ایمان فوق‌العاده، یه باور، یه نور اعتقاد خاصی به انسان‌ها میده که این باور باعث میشه برکات از زمین و آسمان بیاد. پس این مال مؤمنینه. بعد حضرت فرمودن الطریقة هی ولایت علی بن ابی طالب و الاوصیا، اون طریقی که ما باید نسبت به اون طریق استقامت داشته باشیم ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. استقامت در چی؟ قول رهبر عزیزمون تو کتاب طرح کلی میفهمد که چی؟ وقتی آدم داره یه دامنه یه کوهی رو داره میره، باید خیلی هوای اون رهبر رو داشته باشه، متصل، پیوسته، وابسته، دلبسته، همبسته اون رهبر باشه تا بتونن اون سربالایی رو طی بکنن. اگر این اتصال نباشه همشون از بین میرن. این که ما تو مسیر رسیدن به ظهور امام زمان علیه السلام امروز اون اتصال خودمون تو جبهه حق حفظ بکنیم، پشت رهبرمون قرار بگیریم که ما جریان ولایت فقیه رو همان ولایت اهل بیت میدونیم، این میشه چی؟ استقامت بر طریقه. درست شد؟ حالا اگر ما توی این مسیر، توی این طریق استقامت بورزیم، خداوند متعال به ما بشارت هایی میده. مثلا ببین، لقد رضی الله عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم. من یادمه تو نماز جمعه نصر آقا وقتی خودم شرکت کردم همش این آیه تو ذهنم بله، میومد. منم توی اون جمعه که بودم، ما توفیق داشتم. واقعا این جمعیت اومدن با رهبرشون امروز در دوران غیبت بیعت بکنن. بعد ببین چه آرامشی تو قلوب انسانها اون دوره ایجاد شد. خدا میفرماید که من تو همین دنیا در برابر اون فشار دشمن به شما سکینه میدم. این میشه یه ماء قدق، یه آرامشی میدم. امروز دشمن اون چجوری توش ترس هست، فرار دارن میکنن، اما تو جبهه حق این ترسه نیستش. نکته دوم، خدا میفرماید که اگر شما تو مسیر جبهه حق باشین فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت. اونا دیدی تو مسیر بودن، یادتون از قبلا توی دوره‌های قبل گفتیم، آیات قبل، که اونا به خاطر اطاعت با اینکه تشنه بودن آب نخوردن. بله. خدا میگه این صبری که، این استقامتی که شما در این مسیر کردین باعث پیروزی شما شد، جبهه باطل شکست خورد. یه آیه دیگه سوره مائده است، ولا انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل علیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. اگر اینها به کتاب آسمانیشون درست عمل بکنن، از زمین و آسمان براشون برکت میاد. البته بگم گویند سنگ لعل شود در مقام صبر. ما به این لعل میرسیم، آری شود ولیک به خون جگر شود. البته باید هزینه بدیم. به این راحتی این برکات از آسمان و زمین نمیاد. سختیایی داره تا ما به اون مرحله برسیم، به اون ماء قدق برسیم. اما کربلا، گاهی اوقات ما تصور میکنیم اینکه یاران امام حسین و ان لو استقاموا علی الطریقه تو مسیر امام حسین ایستادگی کردن، یعنی توی دنیا اوضاعشون خراب بود، آخرتشون آباد شد. نه به خدا، شب عاشورا با هم شوخی میکردن، نمیدونم بریره حبیبه داشت میخندید شوخی میکرد. یکی به یکی گفتش که بابا فردا همون کشته میشیم، و یکی گفتش که چه چیزی بهتر از این، کنار ابا عبدالله الحسین کشته میشیم. تو مسیر حقیم، ما تو عمرمون جای بهتر از این نداشتیم. الان خیالمون راحته، امشب کنار اماممون هستیم، فردا کنار اماممون جنگ میکنیم و بعدش هم کنار اماممون محشور میشیم تو عالی ترین درجات. چه لحظه‌ای بهتر از این؟ خوشی که اصحاب امام حسین شب عاشورا داشتن عالم تجربه نکرده. من میگم توی بعضی از عملیاتایی که همش رزمنده ها میدونستن فرمان امام نایب امام زمان، ما الان تو دوره غیبت هیچ راهی غیر از اطاعت از رهبرمون نداریم دیگه، راه دیگه به ما نگفتن انگار. وقتی احساس میکردن تو این اطاعت هستن چه لذتی داشتن. اون شهیدی که پشت پدافند ما نشست دفاع کرد از همه ما، چه لذتی برده. من به شما بگم بالاخره ما به زمانی میرسیم که باقی مانده شهدا، خدا توی قرآن راجع باقی مانده شهدا بیان میکنه، میگه شهدا وقتی میرن به اونایی که لم یلحقوا بهم، بهشون هنوز ملحق نشدن، بشارت میدن. به ما بشارت میدن شهدا که ثمره خون ما رو شما انشاءالله خواهید چشید. یه آقایی رو میشناسیم توی کربلا، همه لذتش، اون ماء قدقش این بود که به امام حسین بگه برادر. یه برادر با وفا. میدونی تو کربلا دائما امام حسین به حضرت ابوالفضل میفرمودن که ارکب به نفسی انت یا اخی، داداش سوار مرکب بشو، داداش جانم فدای تو بشه. من همه جا میدیدم که از ابوالفضل وقتی میخوان پاسخ بدن میفرمودن لبیک یا سیدی و مولای. کلمه اخ رو نمیگفتن، میگفتن سیدی و مولای. غیر از دو جا، یه بار شام عاشورا یا عصر روز عاشورا بود، اون لحظات آخر وقتی که امام حسین علیه السلام غریب و تنها شدن، حضرت ابوالفضل اومدن زانو زدن، فرمودن لقد ضاق صدری یا اخی، داداش دیگه سینم تنگ شده. اینجا کلمه اخ رو به کار بردن، اونجایی که میخواستن اذن میدان بگیرن و بگن من دیگه تحمل ندارم، تحمل بکنم این همه جرم و جنایت لشکر دشمن رو.
یه جایی هم اونجایی که عمود آهنی بر فرق مبارک خورد، حضرت به زمین افتادن، صدا زدن یا اخا ادرک اخاک. این داداش دیگه اگر میخوای کاری برای من بکنی الان وقتشه. من میخوام بگم یا ابا عبدالله اگر میخوای کاری برای جبهه حق بکنی الان وقتشه. عزیزانمون رو از دست دادیم و واقعا اونایی که موندن یه آرزو دارن، دنبال این هستن که رضایت شما رو کسب بکنن. آقا شما به فریاد ما برس. الهی آمین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. طیب الله ان شاء الله. ممنونم از شما، جای هدایت استفاده کردیم، بهره بردیم. ابوالفضل العباس یار با وفای سید الشهداست، علمدار کربلاست، قمر منیر بنی هاشم هست. جایگاه و مقامی دارد که ماها نمیفهمیم چه مقامی است، فقط همینقدر میفهمیم که امام سجاد علیه السلام فرمودن که خدا مقامی به عمو جانم ابوالفضل خواهد داد که همه اهل بهشت به حال او غبطه میخورند. ما هم که دستمون خالی است، اما میخوایم دستهای خالیمون رو گره بزنیم به دستهای بریده قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس و عرض بکنیم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. انشاءالله که هر غم و غصه‌ای در دلتون هست به حق ابوالفضل العباس غم و غصه ها از دلتون بره و به حق باب الحوائج کربلا انشاءالله جبهه اسلام، رزمندگان عزیز ما پیروز و اسرائیل و استکبار جهانی نابود بشن و انشاءالله این انقلاب ما متصل بشه به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. التماس دعا و خدا نگهدار.